سلام دوستا، امروز میخوایم درباره چالش‌هایی صحبت کنیم که مهاجران موقع کسب و کار باهاشون روبرو میشه. قبل از اینکه شروع کنیم کانال را فالو کنید، کانال خودتان که شما هم اطلاعات عزیز ندید و همونطور بتانید از من کمک کنید که من بتانم کانالم رشد کنم. وقتی که مهاجرت میکنیم معمولا مشکلات مانند نداشتن مدارک کافی، نداشتن زبان از کشور و قانونی از او کشور و اقتصادی از او کشوری که بلد نباشیم میتونه بلدی از ما چالش برانگیز باشه. پس بیاین امروز با هم بررسی کنیم که چطوری ما میتونیم این مانع را برداریم و یک کسب و کاری بلده خود را بندازیم. وقتی که ما زبان جدید را یاد میگیریم و فرهنگ متفاوت را تجربه میکنیم، ساختارهای قانونی و اقتصادی کشور میزبان را نمیشناسیم، طبیعیه که برای از ما و او کار سخت و ترسناک باید باشه. اما واقعیتش ایه که همه چالش ها میتونه یک سکوی پرتابی برای من و تو باشه. فقط ما باید تصمیم بگیریم در ترس خود غلبه کنیم و این مسیر بلده خود باز کنیم. از تجربه هایی که داشتیم درس بگیریم و الهام بخش دیگران باشیم. پس بزرگترین مانع خودی از تو هستی. بیا قد خود فکر کو زمانی که مهاجرت کردی، تمام جان خرد، تمام خانواده خرد در قف دیس خو گرفتی، از این مسیر گذشتی، امروز در یک کشوری رسیده که زبان از او کشور کم و بیش بلد هستی، حتی بلد نیستی خود، ولی آخرش تو باید یک کار را شروع کنی. پس امروز یک کار را شروع کن بلده خود تو باشه. از این فکر کو که تو بلده چی آمده، بلده چی مهاجرت کردی. مهاجرت به خاطر از اینکه بخوای کارگر مردم باشی، کسی دیگه تعیین کننده از تو باشه که چی زمانی بخوای کار کنی چی زمانی نکنی، یا آمده زندگی بهتری را شروع کنی، زندگی بهتری داشته باشی. من مثل خودت یک مسیر جدید را شروع کنیم و امروز ما میتونم دستو هم کمک کنم در این مسیر تو هم قدم برداری. ما اینجا هستم که مسیر را نشان بدم که بتونی برای خود کار کنی. از ما کامنت بذار که ما بتونم تو را راهنمایی کنم و این مسیر را نشان بدم که تو میتونی از خانه در کنار فرزند خود